به هر حال ما اینجا نبودیم و به هر حال این شرایط شنیدیم و بسیار متأثر شدیم و این جنگی که اینجا در گرفت و به هر حال ضایعات پیش آمد. بسیاری از هموطنان عزیز ما شهید شدند و بسیاری از هموطنان عزیز ما اموالشون از دست دادند. به هر حال اگر هرچه که در ایران ضربه خورده و از بین رفته همه بالاخره مال ملت ایرانه، مال مردم ایرانه، سرمایه های ایران و لحظه این سرمایه ها ضربه خوردن و بنده اینجا نبودم و تسلیت عرض می کنم به خدمت همه هموطنان ما عزیز، همه مردم ایران که عزیزانشون را از دست دادن و دچار ضرر و زیان شدن و منابع ملی ضربه خوردن و بسیار به زیر ساختهای کشور ضربه وارد شده و لحاظا عرض تسلیت دارم خدمت همه